سلام دوستان، آنا هستم. لطفاً برای حمایت و شنیدن داستان‌های بیشتر منو سابسکرایب و لایک کنید. ممنونم از شما عزیزان. سلام، مژگان هستم. 34 سالمه و 6 ساله که ازدواج کردم و الان 2 فرزند پسر 2 ساله و 1 ساله دارم و از خانواده پدریم 3 برادر و 1 خواهر، کلاً 5 بچه هستیم. 2 برادر بزرگم به فاصله سنی 8 سال و 5 سال. خواهرم هم 3 سال از من بزرگتره. بعدش هم من هستم. برادر کوچیکم که 5 سال از من کوچیک‌تره. من مجبورم داستان زندگیمو از سالها عقب‌تر براتون تعریف کنم. بذارید از خانواده پدریم براتون بگم. خانواده پدریم از یه خانواده مذهبی هستن و در از پدر بزرگ من یه روحانی و آخوند بوده و اون زمانهای قدیم بهش میگفتن ملای محله. پدر بزرگم 3 بار ازدواج میکنه. همسر اولش نازا بود و بچه دار نمی شده. همسر دومش هم دخترزا بوده و 3 دختر به دنیا میاره. از اونجایی که خیلی پسر میخواستن با مادر بزرگ من ازدواج میکنه و دارای 1 پسر، همین تحفه‌ای که پدر منه، میشه. بعد از اونم عممو به دنیا میارن. بعد از به دنیا اومدن بابام زندگی پدر بزرگم خیلی متفاوت میشه و بابام سوگلی اون خانواده میشه و چون همین یه پسر رو داشتن هر چیزی که میخواست براش مهیا میکردن. کلاً پسری لوس و بی تربیت بار میارن. بعد از چند وقت پدر بزرگم هم از دنیا میره و مادر بزرگم میمونه و پدرم و عمم و عمه من 5 سال از پدرم کوچیک‌تره. پدرم به اون صورت از لحاظ مالی شرایط خیلی خوبی نداشتن. پدرم آدم باهوشی بوده اما از هوشش توی راه درست متاسفانه استفاده نکرده. وقتی با مادرم ازدواج میکنه شغلش یه تعمیرگاه مکانیکی داشته و همینطور که اول داستان گفتم حاصل ازدواجشون ما 5 فرزند میشیم. پدر من بسیار آدم بد اخلاق و متاسفانه خیلی دست به زن داشته و خیلی دعوایی بوده. هر کاری که دوست داشت و انجام میداد. مادرم هم از یه خانواده مذهبی بود و اخلاقیات رو از پدرم یه مقدار بیشتر رعایت میکرد. پدر من متاسفانه به خاطر لقب سیدی که داشت تو اون محله خیلی معتمد بود و مردم بهش احترام میذاشتن و مسجد برو بیایی داشت و مردم هم خیلی بهش احترام میذاشتن. بزرگ و محترم میشمردنش ولی توی خونه کلاً این آدم یه آدم دیگه ای بود و خیلی هم بددهن بود و اتفاقی که افتاد کلاً زندگی ما رو عوض کرد. این بود که خواهرم که 3 سال از من بزرگتر بود توی سن 5 سالگی 2 انگشتاشو توی چرخ گوشت از دست داد. بعد از اون رفتار بابام خیلی خیلی با مادرم بدتر و شدیدتر شد که تقصیر تو بود و این اتفاق براش افتاده. نمیتونه ازدواج کنه و تو آیندهشو خراب کردی. خیلی رفتارهای بدی میکرد و از اونجایی که خواهرم از لحاظ ظاهری خیلی شبیه مادرم بود، یه پوست سفید و موی بور و چشمای رنگی داشت. چون بابام از مادرم متنفر بود باهاش رفتار بدی داشت و برخورد فیزیکی میکرد. به خواهرم میگفت تو هم مثل مادرتی. با هممون برخورد فیزیکی میکرد. اما من از لحاظ بدنی اونقدر قوی نبودم که تحمل تنبیهی که میکرد داشته باشم و از ترس این که باهام بد رفتاری نکنه خیلی به حرف بابام گوش میکردم. برای همین درسام خیلی خوب بود. بابام با ما رفتار خیلی بدی داشت، از حد و حدودش میگذشت اما برعکس من خواهرم توی درس خیلی تنبل بود و نمراتش همیشه پایین بود و به خاطر همین موضوع زیاد مورد برخورد فیزیکی بابام قرار می گرفت. پدرم که خودش آدم درستی نبود ما را هم مجبور به دزدی میکرد، هم برادرامو و هم مادرمو، چون وضع مالی خوبی نداشتیم.
بابام اون زمان معتاد بود و مواد مصرف میکرد و به ما میگفت که آدم باید زرنگ باشه و باید حقتون رو بگیرین و بعضی وقتا که من و خواهرم یا داداشم میرفتیم بیرون به ما میگفتش که وقتی ما میریم در مغازه میوه فروشی و من میپرسم که این میوه کیلو چنده و اون کیلو چنده و بعد ما چون چادر میپوشیدیم به ما میگفتش که از لای سبد میوه ها یکی دو تا میوه رو لای چادرمون قایم کنیم و به ما هم شک نمیکنن چون بچه این باید زرنگ باشیم و به این بهونه که چیزی از دستتون افتاده خم میشید و از توی سبد میوه ها یکی دو تا بر میداریم. اینجور کارا باهوشی بود، اما اینکه اونا یه قیمتی بگن و ما پول اون میوه رو پرداخت کنیم و بگیریم و برگردیم خونه، این باهوشی و زرنگی نیست. تو ایامی که بابام این کار میکرد و از ما هم میخواست که اون کار انجام بدیم، بعضی وقتا میشد که صاحب مغازه ما رو میدید و لو میرفتیم. صاحب مغازه به ما میگفت که بچه دارین چی کار میکنی؟ که یه هایی پدرم میومد جلو، اسم ما رو صدا میزد و میگفت فلان فلان شده و میگفت که آبروی ما رو بردی، این چه کاریه که کردی؟ اون بیشتر از صاحب مغازه سر صدا میکرد و از صاحب مغازه تقاضا میکرد که ما رو ببخشه. بعضی اوقات هم اونم کولی بازی در می آورد و ما رو مورد برخورد فیزیکی قرار میداد که صاحب مغازه باور کنه اون خوبه و ما بچه‌های بدی هستیم. به صاحب مغازه میگفت که لطفاً ببخشیدشون، اینا بیشعور و نفهمن. که صاحب مغازه فکر میکنه که این ماییم که مشکل داریم و دزدیم و پدرم یه عذرخواهی میکرد و میرفتیم خونه. و وقتی هم که میرسیدیم خونه دوباره چند برابر ما رو که به ما میگفت که شما عرضه نداشتین یه کاری رو درست انجام بدین، چرا زرنگ نیستین، چرا باهوش نیستین. خلاصه همین جوری زندگیمون رو ادامه میدادیم. حتی توی مدرسه پدرم به ما یاد داده بود که از کیف همکلاسیمون پولی، مدادی، پاکانی، هر چی که میتونیم برداریم. یه روز که خواهرم توی مدرسه از کیف همکلاسی چیزی برمی داشته، یکی از همکلاسی ها متوجه میشه و اینو گزارش میده به معلم. خواهرم یک روز زنگ تفریح دیدم که پشت در دفتر وایستاده و داره گریه میکنه و به من گفت که منو در حال دزدی دیدن. و از اون روز به بعد توی مدرسه دوستای خواهرم و همکلاسیاش اونو مسخره میکردن و بهش میگفتن تو دزدی و دزد به دنیا آمدی و به خاطر همینم تو 2 تا از انگشتاتو از دست دادی. این باعث می شد که خواهرم احساس خیلی بدی نسبت به مدرسه بکنه و دیگه نخواد بره مدرسه و درس بخونه. و روزهایی که مدرسه داشتیم اون دیگه مدرسه نمی اومد و بیرون از مدرسه برای خودش می گشت و زنگ آخر که می شد می اومد دم در مدرسه و منتظر من می شد و بعد با هم می رفتیم به خونه. بالاخره پدرم متوجه شد که اون مدرسه نمیره و اون روز من و خواهرم رو به باد تو به من گفت که چرا این موضوع رو به من خبر ندادی؟ تو باید به من میگفتی، تو درس خونی، تو باید چشم گوش من بشی تو این خونه. اگه آب از آب تکون بخوره تو باید سریع بیای به من بگی. از این به بعد تو چشم گوش من میشی تو این خونه و اونا رو ولشون کن. تنها بچه من تو هستی و من به تو اطمینان دارم چون تو درس میخونی و درس خون هستی و حرفمو گوش میدی. از این به بعد رو حرف من حرف نمیزنی. خلاصه خواهرم با اون حال بدش به مدرسه برگرده. اما اون روزی که با اون حال به مدرسه رفته بود. آخرین روزی بود که من خواهرم رو دیدم چون اون به مدرسه نرفته بود و 2-3 روزی ازش خبری نبود که یه روز خبر اومد با ماشین تصادف کرد و جسدش رو پیدا کرده بودن. وقتی خواهرم فوت شد دیگه اون زندگی سابق رو نداشتیم. کلا زندگیمون زیر و رو شده بود. مادرم پدرم رو مقصر این قضایا میدونست و پدرم مادرم رو مقصر این موضوع میدونست. دقیقاً 5 ماه از این موضوع مادرم با نقشه قبلی با داداشام از خونه بابام فرار کرد و ما رو یعنی من و بابامو تنها گذاشت. 2 تا دایی دارم که تو کشور عربی زندگی میکنن و مادرم با همدستی اونا نقشه فرارش رو کشیده بود
من از این موضوع خبر نداشتم. ظاهرا قرار بود که مادرم همه بچه‌ها رو با خودش ببره. زمانی که پدرم خونه نبود، مامانم خیلی از وسایل خونه رو کوچولو کوچولو می‌برد و می‌فروخت تا پدرم متوجه نشه. طوری بود که 3 دنگ از خونه ما به اسم مادرم بود و اون 3 دنگو مادرم به عموی پیرش فروخته بود و یک روزی که پدرم سر کار بود و همه برنامه‌ها مشخص بود، اونها منتظر من بودن که از مدرسه برگردم. اونا میخواستن اوضاع و معمولی جلوه بدن. اون روز وقتی من از مدرسه برگشتم، دیدم در خونه‌مون یه وانت وایستاده و مادرم و برادرام 1-2 تا چمدون گذاشته بودن پشت وانت. خیلی ترسیده بودم، نمیدونستم چه خبره. از اون طرفم بابام بهم گفته بود که تو باید به من خبر بدی هرچی رو میبینی، وگرنه حسابی دعوات میکنم و بهت نون نمیدم. همیشه همچین تهدیدای منو میکرد. اون روز وقتی با این صحنه مواجه شدم، فرار کردم. نمیدونستم که به طرف مغازه بابام برم یا برگردم به طرف خونمون. گیج و مبهوت شده بودم. از اون طرفم مامانم و داداشام منو جاسوس بابام میدونستن و بهم میگفتن به خاطر جاسوسی و خبرچینی توئه که خواهرت مرده. و هر موقع که من وارد جمعشون میشدم حرفاشون رو قطع میکردن و جلوی من حرف نمیزدن. خلاصه اون روز همینجوری 2-3 ساعتی توی خیابونا میگشتم و نزدیک غروب برگشتم به خونه و هیچ کس نبود. هرچی در میزدم کسی در رو باز نمیکرد و میدونستم که الان بابام از در مغازه به خونه میاد. همونجا پشت در نشستم. وقتی پدرم اومد و منو پشت در دید به من گفت چرا نرفتی خونه؟ من خودمو زدم به بی اطلاعی و گفتم نمیدونم، هرچی در میزنم کسی در رو باز نمیکنه. و پدرم بهم گفت مگه تو کجا بودی؟ بهش گفتم که من خونه دوستم رفته بودم تا کتابمو ازش بگیرم. وقتی برگشتم دیدم کسی خونه نیست و کسی در رو باز نمیکنه. گفت چرا نیومدی به من بگی؟ گفتم به خدا نمیدونستم. دیگه از همونجا بلاهای زندگیم شروع شد. پدرم اصلا باور نمیکرد و تو شوک رفته بود که همچین بلایی سرش اومده باشه. از همسایه ها شنیدم که میگفتن مادرت خیلی منتظرت وایستاده اما تو نیومده بودی. ظاهرا مادرم و برادرام تونسته بودن از راه آب و با کمک دایم از کشور خارج بشن و یکی از کشورهای عربی برن و از اون روزی که رفتن تا همین الان من هیچ اطلاعی ازشون ندارم و اونا رو ندیدم. پدرم خیلی دنبالشون گشت اما هیچ اثری ازشون پیدا نکرد. از اونجا که عمم با مامانم خیلی ارتباط نزدیکی داشت، بابام باهاش قهر کرده بود و میگفت تو میدونستی که اونا میخوان فرار کنن و نقشه‌ای دارن اما به من نگفتی. بابام از ترس اینکه مامانم بیاد دنبالم و منم با خودش ببره، اصلا فکر نمیکرد که اونا رفته باشن، خونه رو عوض کرد و همونجا متوجه شد که 3 دنگ خونه رو مامانم فروخته به عموش و بابام کلا قاطی کرد و به هم ریخت. خلاصه روزا همین جوری سپری می شد و ما هیچ خبری از مامانم و داداشام نداشتیم و از مالی خوبی نداشتیم. مدام مجبور می شدیم خونه عوض کنیم. پدرم که معتاد بود و اصلا اخلاق درستی نداشت. دیگه از همون سالها بود که کارای ممنوعه پدرم با هم شروع شده بود. همش منو مقصر می دونست و می گفت که اگه مامانت اینجا بود من این کارو باهات نمی کردم. وقتی از خونه بیرون میرفت من از خودم بدم میومد و از این زندگی باهاش متنفر بودم. اما از خدا میخواستم که منو نجات بده از این زندگی. خیلی شرایط بدی داشتم. کسی نبود که منو نجات بده. از عمم خبری نداشتم. این کارای ممنوعه پدرم ادامه داشت تا بالاخره توی سن 14 سالگی بدون اینکه متوجه بشم باردار شدم. 5 ماهم بود اما من نمیدونستم که باردارم. که یک روز توی مدرسه حالم بد شده بود و از هوش رفته بودم که از مدرسه زنگ زدم به پدرم. پدرم اومد دنبالم و منو بهداری اونجا برد. پدرم متوجه شده بود که من باردارم. بعد زنگ زد به عمم و گفته بود که بیاد پیش من و به عمم گفته بود که اینو کسی گول زده یا کسی از مدرسه برده.
پدرم به عمم میگه این که مادر نداره و بیکسه و تو مقصر بودی که این بلا سر ما اومده. اگه تو به نقشه فرارشونو بودی الان این بلاها سرمون نمی اومد. خلاصه تمام اتفاقات رو ریخ رو سر عمم. بعد از چند ساعتی عمم اومد دنبالم و منو برد به خونه‌شون و بهم گفت من میدونم کار پدرته، اما از این موضوع به کسی چیزی نمیگی، چون طبق قانون این کشور اگه بفهمن حکم شما دوتا سنگساره و دهنتو باید ببندی و به کسی چیزی نگی و تو باید لال بشی و اگر کسی ازت چیزی پرسید بگو گول خوردم و گولم زدن تا من به تو کمک کنم. منم که خیلی ترسیده بودم به حرف عمم گوش کردم. هر چی که اون میگفت رو انجام میدادم. عمم منو برد به یکی از روستاهای اطراف شهرمون و پیش یه قابله روستا پیرزن حدود 60-70 سال داشت. باهاش صحبت کرد اما اون قبول نمی‌کرد و گفت باید یه تعهدنامه‌ای رو امضا کنین که اگر بلای سر دختر بیاد مسئولیتش پای من نیست. پدرم اومد و اون نامه رو امضا کرد و به قابله گفت که من آبرو دارم و من سیدم، دخترم رو گول زدن، تو رو خدا هر طوری که بلدین اینو انجام بدین، ما اینو نمیخوایم. قابله گفت چرا پیگیر همون پسری که دخترتون رو گول زده نمیشین؟ برای این کار من توی خونه امکاناتی ندارم و این دخترتون ضعیفه و اگر اتفاقی بیفته مسئولیتش 100% پای شماست. فکر کنم قابله فهمیده بود که پدرم داره دروغ میگه. این کار ممنوعه. ممکنه کار یکی از محارم به من باشه. اما منو خونه قابله گذاشت و رفت و من 1 هفته خونه قابله موندم. قابله تنها زندگی میکرد. به من هر روز از معجون تلخی که درست میکرد بخورم. یه لیوان بزرگ پر از مایع سیاه رنگ و به تلخی زهرمار بود. منو هر روز به بالای میز میبرد و میگفت بپرم پایین. دیگه داشتم از درد میمردم. بالاخره اون اتفاق افتاد. داشتم میمردم که قابله به عمم زنگ زد و گفت بیاد دنبالم. عمم اومد دنبالم و منو برد به خونه‌شون و چند روز اونجا بودم. عمم پسرش رفته بود سربازی. داشت برمیگشت و نمیخواست که من اونجا باشم. به بابام زنگ زد و گفت یه شرطی مژگانو میفرستم خونه که تو ازدواج کنی. پدرم مجبور شد که ازدواج کنه. بعد از 6 ماه از این موضوع من برگشتم به خونمون. کارای غیر قانونی و ممنوعه پدرم کمتر شده بود. اما کامل از بین نرفته بود. زن بابام خودش یه پسر 2 ساله داشت که از بابام حامله میشه و یه دختر میاره که با من 16 سال اختلاف سنی داشت. بعد از 2 سال زن دوم بابامم ازش طلاق میگیره و زندگی من دوباره دچار یه فاجعه بزرگ میشه و دوباره با بابام تنها زندگی میکنم. خیلی میترسیدم. بالاخره دیپلممو گرفتم و توی همون شهر دوره آموزشی هلال احمر رو شرکت کردم و داخل بهداری شهرمون مشغول به کار شدم. کارای بد پدرم همچنان بود. اما نه به شدت قبل. سالها گذشت و توی سن 28 سالگی من یه خواستگار داشتم و برای اینکه آبروم نره دکتر رفتم و پرده بکارتم و دوختم و این موضوع باعث می شد که پدرم بیشتر از این به من دست درازی نکنه. خواستگارم مادرش ایرانی و پدرش عراقی و از طریق مسافرت هایی که به ایران می اومدن با پدرم آشنا میشن و از طریق اون با من آشنا میشن و من هم جواب مثبت میدم و با این آقا ازدواج میکنم. اما از شانس بد من اون هم اخلاق خوبی نداشت و روانپریش و روانی بود. اون هم ازدواج دومش بود و میگفت که همسر اولش بچه دار نمی شده ولی احساسم به هم میگفت که دروغ میگه. به خاطر روانی بودنش ازش جدا شده بود. من به خاطر رها شدن از جهنمی که پدرم برام ساخته بود با این مرد ازدواج کردم. هیچ گونه احساسی بهش نداشتم. فقط میخواستم از جهنمی که پدرم برام ساخته بود بیام بیرون و حتی نمیتونستم باش حرف بزنم چون فارسی بلد نبود. خیلی دست و پا شکسته بلد بود. بعد از ازدواج من به عراق رفتم و توی مطب مشغول به کار شدم.
که بعد از مدتی به هم گفت نمیخواد بری سر کار چون مردای اونجا به نگاه‌های بد و پلید میکنن. و من خونه نشین شدم و الان 2 فرزند دارم. میخوام ازش جدا بشم اما نمیدونم آینده من و بچه هم چیه. از اون طرفم پدر کثیفم خواهرمو که الان 16 سالش شده رو آورده پیش خودش و من برای اونم نگرانم که نکنه اتفاقایی که برای من افتاده برای اونم بیفته. دوستان لطفا راهنمایی و نظراتتون رو برام بنویسید. ممنونم از شما عزیزان. خب دوستان، بعد از شنیدن داستان ممنون میشم نظراتتون رو برام بنویسید و لایکش کنید و برای شنیدن داستان‌های بیشتر منو سابسکرایب کنید. ممنونم از همه شما عزیزان.